مجمع ستون دوستی در مرکز وادی فرغانه رونمایی شد. در رسم گشایش آن امامعلی رحمان، صادر جبارov و شوکت میرزیویف طریق مجازی اشتراک کردند. رهبران تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان سازشنامه را درباره نقطه پیوند مرزهای سه کشور امضا کردند. مراسم روز 31 مارس در ولایت سوخت برگزار شد. امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، این رویداد را بسیار مهم خواند. کارشناس تاجیک شیرعلی رضاییان میگوید تأثیر این همایش به کشورهای دیگر منطقه نیز خواهد رسید. که وادی فرغانه از همه منطقه سرنفوسی آسیای مرکزی است و سلسله مشکلات زیاد اینجا هست، از مسئله زیادشوی اهالی تا دسترسی به آب و زمین و همچنین موضوع افراطگرایی. و امروزه نشستی که سه کشور راهبران سه کشور برگزار میکنند یک امید بسیار یا یک احتمال مثبت رشد مناسبت ها را در دراز مدت به وجود میارد، چون گمان غالب این است که اگر وادی فرغانه ثبات وادی فرغانه تامین باشد، این متناسباً به ثبات آسیای مرکزی تاثیر میرساند. هر سه کشور در گذشته بر سر تعیین مرز و عبور و مرور از قلمروهای یکدیگر مشکل داشتند و نامعینی در 4 سال پیش در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان سبب زد و خوردهای مسلحانه گشت و از دو طرف دهها کشته و زخمی بر جای گذاشت. صادر جبارov، رئیس جمهوری قرقیزستان، و شوکت میرزیویف، رئیس جمهوری ازبکستان، با سفر کاری در شهر خوجند هستند. تاجیکستان با ازبکستان سازشنامه را درباره مناسبت‌های همپیمانی امضا کرد. در این روز تاجیکستان و قرقیزستان بر علاوه تبادل سند درباره سازش مرزی خط انتقال برق 500 کیلووات دادخواه سوخت را به استفاده دادند. این خط در دایره تطبیق طرح کسه 1000 ساخته شده است که صادرات برق تاجیکستان و قرقیزستان را به افغانستان و پاکستان در نظر دارد. در اینجا اگر امکانیت پیدا شود که به همین اتحاد ترکمنستان هم همراه شود، خیلی خوب می شود که با یک جایه با ترکمنستان و قزاقستان، سه این کشوری که امروز رهبرانشون در اینجا جمع آمدند، اگر 5 کشور یک جایه به نظام روابط با همدیگر مناسبت ها داشته باشند، اگر این به نفع هر سه کشور می شود. من گمان دارم که به مثل اروپا یک نظام جاری کردن در کار که آزادانه مردم حرکت کنند. در ادامه این به همایی سران سه کشور آسیای میانه در تنتنه‌های ادانه نوروز بین المللی و دیگر چاره‌بینی‌های مشترک در مرکز ولایت سوخت اشتراک خواهند کرد. به این خاطر در سه شهر ولایت سوخت، بوستان و گلستان و خوجند راه‌های مرکزی بسته شده است و زیر چاره‌های شدید امنیتی قرار دارد. بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت پیشتر اعلام کرده بودند که در رابطه به سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راه‌های اساسی این شهر و اطراف آن در آخر ماه مارس منع می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.